بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خار گردد. درود به هواداران کلام بده. خوش آمدید به صفحه 1000 کتاب. اینک ما در نزد مرقد استاد صدرالدین عینی قرار داریم. از دوری دور صدای شرار افکن استاد به گوش می رسد. ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقتی آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. این پاره از شعر مرش حریت است. هنوز تخت پشت عینی بعد از 75 دره جزای امیر بخارا خونشار بود. وی را اسکران روس آزاد نموده به کاغان آوردند. محض در همین جا اولین مراتب استاد سرود انقلابی مرسلیز را شنید و سال 1918 در پیروی آن مرش حریت را روی کاغذ آورد. شاگرد 40 ساله انقلاب نفس تازه زمان را احساس میکرد. میدید که صبح شادی میدمد و این انوار کوههای پرسکوت ترکستان را بر میزند. به وادی و دره‌های غمزده بخارای شرقی پهن میگردد. او که با دوست شاعرش حیرت به دعای الوقائع احمد دانش را نسخه برداری میکرد و تحت تاثیر عقیده های نفسازه این علامه بزرگ قرار داشت، وزش نسیم تازه حیات را بیشتر و بیشتر درک می نمود. استاد را لازم آمد که کمر را محکم ببندد، به قلم و عقل و ادراک خدمت حیات نو را کند، ملت ستمدیده خود را به سوی روشنی هدایت نماید. هنوز در خریطه جهان دولت با نام تاجیکستان پیدا نشده بود. از چپ و راست موجودیت این ملت قدیمی تاجیک را انکار می نمودند. انسانی بزرگ چون عینی را لازم آمد که با سخن اساسناک خود راه ملت را به جانب فردا هموار نماید و استاد این خدمت بزرگ تاریخی را سربلندانه به جا آورد. در مطبوعات دور پی هم اثرهای پوبلیسیستی، پاویست و حکایه، رمان و قصه های او به تب می رسیدند که آنها در مجموع تاریخ بدیهی ملت ما می باشند. استاد که در جوانی با تخلص های محتاجی، جنونی، سفله شعر ایجاد میکرد، احساس نمود که چهارچوبه نظم برای او تنگی می نماید. یعنی همه آن تغییرات و تازگی هایی که حیات نو پیش می آورد با شعر افاده کردن دشوار بود. قهرمان های اثرهای نوآور او آدینه، داخونده، غلامان، یتیم، جلادان بخارا، مرگ سودخور، یادداشت‌ها از روزگار فراموشی خود به صحیفه های کتاب راه یافتند. بعدها گمنام شدند. نیک‌ها بعد احیا دوباره به حیات قدم نهادند. آدینه ها، داخونده ها، یتیم ها و یادگار و گلنار، فاطمه و ارگش و محبت ها مبدل گردیدند و در بنیادگذاری تاجیکستان جوان و مثل استاد عینی سهم شایسته خود را گذاشتند. بیاز این نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی که سال 1926 تألیف گردیده است، اگر موجودیت ملت تاجیک را در آسیای میانه ثابت نماید، پس زبان آثار او پایه رشد زبان ادبی تاجیک گردید. اثرهای علمی او درباره رودکی، فردوسی، ابن سینا، سعدی، نوایی، واصفی، بیدیل و غیرها راه نو تحقیقات علمی را باز کردند. استاد مؤلف اولین کتاب‌های درسی، اولین شعر و ترانه برای بچگان است. او همیشه اولین بود. و اولین پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان، عضو حقیقی اکادمی علوم تاجیکستان و همچنین دکتر علم فیلولوژی بود. تاجیکستان صاحب استقلال نیز
سال 1997 به اولین قهرمان تاجیکستان را داد. ادیب برجسته ملت سال 1950 برای قسم اول یادداشت‌ها و دریافت جایزه دولتی اتحاد شوروی سزاوار گردید. امروز اثرهای او را در سراسر عالم می‌خوانند و می‌دانند که استاد فرزند برومند ملت تاجیک است، یعنی استاد شناسنامه ملت است. از این رو بیهوده نگفتند که عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد، خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. این بود معلوماتی مختصر درباره قهرمانی خلق تاجیکستان استاد صدرالدین عینی.